ساکنان ولایت ختلان برابر پیشبرد کار خواجگیداری در زمین‌های وسیع همچنین قطعه‌های نزدی‌حولیگی را نیز مقصدناک مورد بهره برداری قرار داده. از این حساب برابر تامین احتیاجات روزگاری خود در فراوانی بازار سهمی مناسب می‌گذارند. استفاده با ثمر قطعه‌های زمین نزدی‌حولیگی ساکنان ناحیه جیهون در گزارش همکاران ما. در جماعت دهات وحدت ملی ناحیه جیهون ساکنان برابر آنکه در زمین‌های کشاد با کار خواجگیداری مشغول هستند همچنین اولین درجه زمین‌های نزدی‌حولیگی را مقصدناک و عاقلانه استفاده نموده همه ساله از 2 تا 3 حاصل جمع‌آوری می‌نمایند و برابر تامین نمودن احتیاجات عائله همزمان زیادتی آن را به بازار برآورده از حساب آن برای خریداری نمودن دیگر اشیاءهای لازمه روزگار مصرف می‌نمایند. عین زمان ما در زمین نزدی‌حولیگی اویله بردی و قرار داریم که اهل اویله برابر کشت و پرورش کارتوشکای بروقتی، پمیدوری بروقتی در گرمخانه همچنین یک باغچه قات سیاه یا خود سمرادینه تشکیل نمودند که از حاصل بندی آن با هوسمندی حرف میزنند. در همین جایی که در این باغچه شما هستی 3 نمود قات سیاه یا سمرادینه من دارم که یعنی حجما کلان هستند، با سیاه هست، سرخ هست و من سمرادی که خوب میشد. من خودتون بینید که خیلی انا حاصلش نقد. اینا یگان بار سرما نمیزند، کسل نمیزند تا 60 گرادوس خنکی تا ببره. من حالا یاد ندارم که من چند سال بودم که یگان سال این خنک زده باشه یا که حاصلی کم گرفته باشد. حاصلش به نهایت خوبه. طور از نشأ و نما و حاصل بندی خوب زراعت‌های گوناگون در این قطعه زمین نزدی‌حولیگی مشاهده می‌گردد. اعضایان این عائله پابند مهنت صافدلانه هستند و از محصول دسترنج خود روزگارشان را پیش میبرند. ما همین یک قسم کارتوشکا کردیم. کارتوشکا محض نقص حاصل به حاصل درآمده است و دیگه‌اش که پمیدور میگه به یک نمودی پمیدور چری داریم که بهترین پمیدور میشود چون که بزرگزر است طلبات خلق بسیارتر از زمین. پارسال من کرده بودم بودرینگ نقص شده بود. بازار ما همین زمین ما خرید فروش ما که مثال میگم همین چیزی که مثال کارتوشکا میشود ما قسمت خودمون میگیریم و بسیارش بازار میبریم درآمد میشود. من هم سمراد چی قادسیایی که ما میگیم همینم ما خودمون استفاده میبریم و بسیارش با بازار میبریم. این میشود پول از این ارد بعضی کمبودیا چی عموما ما تنقیسی نمیکشیم. زمین رو ثمرناک استفاده میبریم. اگر آدم ثمرناک استفاده برگر کینی نیست. مهنت سی خوبه که آدم خرسند میشه. در عالم یگان آدم بیکونه آدم بیکار میشه. بچم یک 10 منت هم بیکار شده برای درون تبلیسر 4 علف شبچین 4 ایجاش کار کن او کارتوشکا من نگاه کن درون سمرو نگاه همه کدمی قوت داره کار کنه میوه شغلو کار کنی به کار استودی که هیچ کنه نمیاره بتیه. طبق مشاهده ها و اطلاع مسئولین جماعت دهات وحدت ملی اکثریت ساکنان با زمین سر و کار داشته همه ساله محصولات تر و تازه اول را از زمین‌های نزدی‌حولیگی استحصال می‌نمایند. شهروندان ما درآمدناکی گرمخانه‌ها را به نظر گرفته روز تا روز صف گرمخانه‌های زمانوی را زیاد کرده ایستاده‌اند. زمین را مرحله به مرحله استفاده برده از زمین تا 3 حاصل 4 حاصل را می‌گذارند. الکای محصولات‌هایی که از اول زمستان ما کشت و پرورش کرده بودیم محصولات‌ها را به بازار پیشکش نمودیم. با در جای اون دیگر نمود زراعت‌ها را کشتکار می‌کنیم. همراه مسئولین بخش کشاورزی از یک چند زمین‌های نزدی‌حولیگی ساکنان ناحیه جیهون دیدن نموده از نتیجه مهنت صافدلانه و ثمر رنج اهل زحمت واقف گردیدیم. طور ساکنان میگویند هر نفر و عائله‌ای که با زمین دلگرمانه مشغول کار می‌گردد می‌تواند در پیشبرد روزگار و خصوصاً تامین ثبات استعمالی موفق گردد. تورعلی صاحب نظر، پرویزی سفر برای برنامه اخبار.